در حدیث قدسی که پیغمبر علیه السلام نقل میکنه از الله عز و جل، میفرمایند کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. همه اعمال بنی آدم به خودش، اما روزه من انتخابش کردم، خدا میگه و من خودم میدونم که چه پاداشی به این روزه بدم، خودم میدونم. و اجر و ثواب و پاداش روزه چون درش صبر، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. حساب و کتابی نداره که بگیم 10 برابر 100 برابر، نه خیر. فقط الله میدونه که پاداش روزه، اونم روزه رمضان، چه هست و چه قدره. شب و روز رمضان، هر شب و هر روز بدون استثناء، الله عز و جل بندگانی رو از بندگان خودش آزاد و رهاشون میکنه از آتش دوزخ و جهنم. کیا؟ ممکنه کسانی در همون شب اول رمضان، همون شب اول هنوز روزش نشده که روزه بگیرن، اما چنان قبل از رمضان با شیفتگی، با علاقمندی، با صدق در نیت، با برنامه ریزی صادقانه رفتن به استقبال رمضان. خدا به دلها آگاه است، به برنامه ریزی ها، به نیت ها، به آرزوها و تمناهامون آگاهه. همون شب اول رمضان که میرسه، خداوند اونو از آتش دوزخ و جهنم آزاد میکند. چنین استقبالی از رمضان دارن برخیا. پس هر شب و هر روز از شب و روز رمضان الله عز و جل بندگانی رو از چی؟ از آتش دوزخ و جهنم آزاد میکنه. از همین الان چند شب و روز مونده، تصمیم قاطعانه، نیت صادقانه به خدا بگیم خدایا من بهشت میخوام. بگو به خدایا من دیگه بهشت میخوام، من تحمل عذاب قبر و دوزخ و جهنم ندارم. تصمیم گرفتم که این ماه رمضان ماه نجات و رهایی از عذاب قبر و جهنم و دوزخ برام باشه و ماه رسیدن و سزاوار شدن بهشت باشه برام. نمیتونی به خدا بگی؟ اون انسانی که نمیتونه با خداش راز و نیاز بکنه خیلی از خدا غافله و بریده و جدا شده. راز و نیاز بکنیم، تصمیم بگیریم. بعد از اینکه تصمیمو گرفتیم برنامه تو بگو، برنامه بریز. حتی اگر خواهران بالاخص این برنامه ریزی رو بنویسن برای نظام خانوادگی که در شب و در روز ما چه کار انجام بدیم، تا این حد بنویسیم برای خودمون. 1. نمازهای 5 وقت.